سازمان‌های بین‌المللی خواستار آزادی دلیری امامعلی و دیگر روزنامه‌نگاران شدند. وزیر دفاع قرقیزستان گفت که بین قرقیز و تاجیک صلح نمی‌شود. پارلمان اوکراین قرار کرد که در زمان وضعیت حربی دعوت به خدمت حربی عملی نشود. تریزا ریبیرا، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات و گلنازه سعید، مسئول بخش آسیای میانه‌ای کمیته دفاع از خبرنگاران، طلب کردند مقامات تاجیکستان روزنامه‌نگار بلاگر شناخته دلیری امامعلی را فوراً آزاد کنند. تریزا ریبیرا روز 18 اکتبر در بیانیه در تلگرام نوشت که از زندانی شدن دلیر امامعلی وحشت زده شد و آن را ضربه دیگر به آزادی مطبوعات در تاجیکستان نامید. او گفت روزنامه‌نگاری جنایت نیست. کمیته دفاع از خبرنگاران سازمان واقع در نیویورک حکم 10 سال زندان دلیری امامعلی را در تاجیکستان سنگین خواند و آن را محکوم کرد. نماینده سازمان گلنازه سعید روز 18 اکتبر در اظهارات گفت مقامات باید دلیری امامعلی و روزنامه‌نگاران دیگر را رها کرده دادگاه ها را به سرکوب رسانه‌های مستقل استفاده نبرند. گلنازه سعید گفت از اول روشن بود که پرونده دلیری امامعلی علامت آن است که حکومت تاجیکستان ژورنالیستیکی انتقادی طرفدار در جامعه را تحمل نخواهد کرد. حکم سنگین بیانگری همین است. کمیته دفاع از خبرنگاران افزوده که نمیداند دلیری امامعلی در مرافعه چی درخواست کرده و آیا بازبینی حکمش را خواهد خواست یا نه. در همین حال کارشناسان میگویند مقامات تاجیکستان کمترین اعتنایی به بیانیه‌های سازمان‌های حقوق بشری نمی‌کنند. گفتنی است دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه روز 17 اکتبر دلیری امامعلی را به 10 سال زندان محکوم کرد. همچنین بغیر از 10 سال زندان دلیری امامعلی 200 نشان دهنده برای حسابها به سپاریدن 12800 سامان جریمه وظیفه دار شد. بقیتبک بیکبولاتوف، وزیر دفاع قرقیزستان روز 19 اکتبر در نشست خبری در بشکک گفت میان قرقیزستان و تاجیکستان صلح نخواهد بود. بیکبولاتوف از ملاقاتش با دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی استانیسلاو زاس یادآور شده گفت متاسفانه این آخر جنگ نیست. میان قرقیزستان و تاجیکستان صلح نخواهد بود. من به شما میگویم که چرا؟ زیرا قرقیزها حقیقت خود را دارند و تاجیک‌ها نیز حقیقت خود را دارند. بیکبولاتوف قید کرد که مناقشه سرحدی قرقیزستان و تاجیکستان تا زمان ادامه خواهد کرد که یک حکم در بین این دو کشور مثلا از جانب سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تشکیل شود و به اجرای سازشنامه‌های آتش بس و برآوردن تکنیکی وزرین جنگی از سرحد دولتی نظارت کند. وزیر دفاع قرقیزستان گفت اگر این دو مسئله حل شود بعد میتوان بعد مشکلات سیاسی دلیمیتاسی سرحدی دولتی بین قرقیزها و تاجیکان را حل کرد. این مناقشه سرحدی نه 30 سال بلکه 98 سال است که ادامه دارد. یادآور میشیم که روزهای 14-18 سپتامبر قرقیزستان به شمال تاجیکستان حمله مسلحانه انجام داد. در نتیجه زده‌خوردی مسلحانه از جانب تاجیکستان زیاده از 80 نفر به هلاکت رسیده، زیاده از 250 نفر زخمی شدند. از جانب قرقیزستان 62 نفر کشته، بیش از 200 نفر مجروح شدند. پارلمان اوکراین اصلاحات به قانون درباره ویژگی‌های دعوت به خدمت حربی و فعالیت کمیسی‌های دعوت به حربی را قبول کرد. طور یاروسلاو ژلزنیاک وکیل پارلمان اوکراین در کانال تلگرامی خود خبر داده است طبق این تغییرات در زمان وضعیت حربی دعوت به خدمت حربی عملی نمی شود زیرا در این کشور سفربرکنی عمومی جاری شده است. به گفته وکیل اکنون کمیسی‌های دعوت به خدمت حربی در اوکراین مسئله‌های معاینه طبی شخصانی در قید حربی بوده، اینچنین ثبت نام نظامیان و یا از قید خارج کردن آنها را بررسی خواهند کرد. آنها همچنین دعوت شوندگان را که می‌خواهند به مکتب‌های عالی حربی داخل شوند برای سپردن سنجش‌ها و سپردن امتحان‌های داخل شوی می‌فرستند. مهلت جاری کردن حالت نظامی و سفربرکنی عمومی در اوکراین تا 21 نوامبر تمدید شد. سفربرکنی عمومی نظامی فوراً پس از آغاز درگیری نظامی با روسیه در 24 فوریه جاری شده بود. روز 12 اپریل به دلیل ادامه درگیری ها با فرمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دعوت بهاری لغو شد و زمان دعوت به تأخیر گذاشته شد.
در زمان وضع حربی در اوکراین مردانی از 18 تا 60 ساله حق ترک کشور را ندارند. آن اینچنین ساعت کماندنتی را مقرر نموده آزادی حرکت شهروندان، خارجیان و شخصان بی شهروند را محدود می کند. با وجود این، چنانه که امروزها در روسیه مشاهده می شود، کوشش گریختن از جنگ کردن کسی از مردان اوکراین رسانه‌ای نشده است. در اوکراین حتی زنان با خواهش خود می جنگند.